ای کسانی که به حقایق ایمان دارید، از دستاوردهای پاکیزه خود و از نعمتهایی که در زمین برایتان خلق کرده ایم انفاق کنید و برای انفاق کردن به سراغ قسمتهای بد و ناپاکی که حتی خودتان جز به کراهت حاضر به گرفتن آن نیستید نروید و بدانید که خداوند بزرگ بی نیاز و قابل ستایش است. و در هنگام انفاق شیطان شما را از فقر و تهیدستی می‌ترساند و به کارهای زشت وامی دارد، در حالی که خداوند شما را به آمرزش خویش و افزونی نعمت وعده می‌دهد. همانا خدا گشایش دهنده و آگاه است. خداوند حکمتش را به هر که بخواهد عطا می‌کند و بدانید به هر کس که حکمت عطا شود بدون شک خیر و برکت زیادی به او داده شده است.